الهی به امید تو دوستان خوب من سلام. امروز یه دونه پرشیا وا کردیم، پژو پارس مدل 88 از این پژو پارس بهبهیا. سرسیلنده گذاشتیم زمین، دم تشکیلاتشو وا کردیم واشر عوض کنیم. به یه موضوع خیلی عجیب برخوردم. من میخوام به اشتراک بذارم شما هم ببینید. یه سری دوستان خیلی اوستان و ادعاشون ماشاءالله خیلی زیاده. این بنده خدا 8 ماه پیش این موتور رو تعمیر اساسی کرده. خدمت شما عرض کنم که نکته ای که حالا این موتور داره اینه: سر پیستون فلشا برعکسه، یعنی پیستون و شاتون رو برعکس جا زدن. این فلشا باید به سمت تایم باشه، به سمت این تایم، برعکس به سمت گیربکسه. بعد حالا جالب اینجاست موتور داره کار میکنه، صدای اتاقان نمیده، نمیدونم آره خاره میلنگو برعکس دادن. اصلا خیلی عجیبه. خاره یاتاقاناش به سمت فیلتره، باید برعکس باشه. پژو کلا خاره یاتاقاناش برعکس فیلتر روغنه. به علاوه اینکه این فلش سر پیستون باید به سمت تایم باشه، نه به سمت گیربکس، که روغنی که از پایین پمپاژ میشه از دور رینگا بزنه دور پیستونو، به قول یاری این روان کنندگیشو انجام بده که پیستون و رینگ توی بوش بازی کنه. خیلی عجیب بود برام. با این شرایط موتور داره کار میکنه، برای من عجیب بود. اون بنده خدا تو آمریکا میگه شهر واقعا عجیبیه. من تعجب کردم، جدی شهر عجیبیه. این چیه آخه بابا؟ مرد سوی خجالت بکشی، چه موتوری جمع کردی؟ آدم پراش میریزه موتور رو میبینه. ما هم براش میگه آقا کارش نمیتونم بکنم، سرسیلند میندازیم بالا ردیفش میکنیم کار کنه، انشالله که خیره. روز و روزگار بر شما خوش و خرم.